بر اساس گزارش آژانسی ریتینگی آمریکایی استاندارد اند پورس، واردات مواد غذایی در تاجیکستان به 3.5% مجموع محصولات داخلی نزدیک شد که این بلندترین نشانداد در جهان شده است. آژانسی در گزارش نوی خود تاکید کرده است که بالاروی قیمت جهانی برای بازارهای در حال رشد از جمله در تاجیکستان و ازبکستان خطرها را افزایش می‌دهد. در گزارش استاندارد اند پورس تاکید شده است که کشورهای دارای درآمد پست و میانه در آسیای مرکزی، خاورمیانه، آفریقا و قفقاز بیشتر از ناآرامی‌ها در بازار غذا آسیب می‌بینند. ازبکستان و تاجیکستان از واردات مواد غذایی وابستگی زیاد دارند و معمولاً بیشتر گندم را از قزاقستان می‌خرند که در آنجا محدودیت صادرات جاری می‌شود. با گفته آژانسی ریتینگی، بالاروی نرخ‌ها می‌تواند به مالیه دولت آسیب رساند و ناراضگی مردم را افزایش دهد. علاوه بر این، اقتصاددان‌ها می‌گویند این وابستگی زیاد از واردات نتیجه حکمرانی رژیم رحمان در طول تقریباً 30 سال قدرت میباشد. این بار زیاد شود، نرخ‌ها پست شود. این نرخ‌ها به حد بلند